سعید اکرم شکوروف امسال در تربیت و نصیحت بلاگر سال اعلان شد. گویا نوارهای تربیوی و اخلاقی پهن می کند، ولی هیچ اثری از تربیت و اخلاق در نوارهایش دیده نمی شود. باید در ترغیبات زنا و بی‌حیایی بلاگر سال اعلان می شد، نه در تربیت و نصیحت. ببینید که به دخترها خطاب کرده چی می گوید. بسیاری دخترها میگن که بچه‌ها نقض نمیبینن، احساس ندارن. تو یک بار اچاقش که بگو من میدونم که تو حالت خوب نیست، بین برنگروش چه دیگه میشود. برادرم سعید اکرم، این سخن شما چی معنی دارد که میگویی تو یک بار کچاقش کن، یعنی یک زن مسلمان معشوقش را در آغوش بگیرد؟ همینطور مگر این سخنان شما ترغیبات زنا و رابطه های حرام نیست؟ تو رو به خدا از روی وجدان جواب ده. به خواهر یا دخترت هم همین سخنان را گفته میتوانی؟ میتوانی به آنها بگویی که معشوقت را یک بار قچاقش کن، بعد میبینی که چه رنگ روش دیگر میشود؟ باوری دارم هرگز چنین سخنان کثیف را به خواهر و دخترت نمیگویی، ولی برای دخترهای مردم میگویی. همین است ناموس و غیرت مسلمانی شما. در دیگر نوارهایت هم درباره رابطه های حرام زیاد گپ میزنی. یک نمود گپ میزنی که گویا معاون اول شیطان باشی. از چنین نوارهای شما تنها شیطان خوشنود می شود، ولی الله متعال ناراض و غضبناک می شود. از من به تو یک نصیحت: به نزدیکترین افراد عائلت وصیت کرده بگو که مبادا اگر مردم چنین نوارهایم را از شبکه ها پاک کنید، تو بعد از مرگ هم در نامه اعمالت گناه ثبت نشود. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.